اگه انسان نگاهش نگاه خدایی و ربانی باشه، موفقیت و کامیابی و پیروزی را و خوشبختی را درونی تصور می کند و بر اون باور است که آدمی تا آدمی از درون احساس خوشبختی نکنه هرگز خوشبخت نخواهد بود. و این مطلبی بسیار دقیق. ما میبینیم تجاری که خوشبخت نیستن و میبینیم تحصیل کرده هایی که هرگز خوشبخت نبودند و خوشبخت نخواهند شد و میبینیم خانواده هایی که در جنبه های گوناگون زندگی آنها را ما موفق میبینیم. وقتی به درون خانوادهشون مینگریم و به عمق قضیه، به عمق زندگیشون نظری میافکنیم، میبینیم نه، آنچه آنان دارند اسباب و لوازم و عوامل آسایش، از آسایش خوبی برخوردارند اما از آرامش درونی محرومند.